سلام تقدیم میکنم خدمت عزیزان بیننده. امروز میخواهیم یک معلومات کوتاه در مورد زردی نوزادان ارائه بکنیم. نوزادان ممکن است به طور وسیع زردی نوزادی را تجربه بکنند، طوری که 80% از اطفالی که قبل از ظهور به دنیا میان ممکن است زردی را تجربه بکنند و 60% از نوزادانی که با وقت به دنیا میان ممکن است زردی نوزادی را تجربه کنند. نوزاد ما به اطفال میگیم که از روز اول تولد الا روز 28 بعد از تولد را گفته میتونیم. و زردی نوزادان ابتدا در صورت دیده شده که به ترتیب به تنه و پاها انتشار میکند. عقاید و فرهنگ نامطلوب در مورد تداوی زردی نوزادان وجود دارد، همچون بسته کردن پیاز در گردن طفل است، مراجعه کردن نزد ملاها است و یا مواجه کردن نوزادان به اشعه آفتاب می باشد. طریقه های مذکور مؤثر نبوده و ممکن است ضررهایی را بر نوزادان نازنین وارد بکند. خواهش ما از وطندارا و هموطنان این است در صورت بروز زردی نوزاد می توانید نزد متخصص اطفال مراجعه بکنید و در صورت نیاز ممکن است معاینات خون نزدشان انجام شود و معلوم شود که آیا طفل زردیش نرمال هست و یا غیر نرمال هست، که بعد از او متخصص اطفال تصمیم میگیره که آیا طفل توسط اشعه تداوی شود و یا هم در حالات شدیدش ممکن است تعویض خون نزد نوزادان انجام شود. تشکر از توجهتان. جهت معلومات هموطنان ما هر قدر که میتوانید ویدیو را شیر بکنید.